نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان موضوع مهمی رو میخواییم مطرح بکنیم و آن این که دعوت همه انبیای الهی، دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی و دوری و اجتناب از طواغیت است. الله سبحانه و تعالی پیامبران را فرستاد و ما مسلمانان باور و یقین داریم که همه این انبیای الهی وظیفه خود را به عنوان منجی و رسول الهی به درستی انجام دادند و انسانها را به سوی توحید و یکتاپرستی تا حد توان و استطاعت خیش دعوت نمودند. همه این انبیای الهی نه تنها انسانها را به سوی توحید و یکتاپرستی هدایت کردند، بلکه آنها را از شرک و اطاعت از طواغیت، که منظور و معنی طواغیت این است که هر کسی که من دون الله پرستیده بشه طاغوت است. هر امر و نهی که من دون الله انجام بگیرد و بدور از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام بگیرد، این عمل و این کاری که انجام میدهند با عنوان عبادت و پرستش طواغیت محسوب می شود. الله سبحانه و تعالی در همین کلمه‌ای که ما همیشه ذکر می کنیم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، در اینجا این کلمه توحید دو بخش دارد. یکی این که ما اعتقاد و یقین داریم که غیر از الله سبحانه و تعالی ذات دیگری لایق عبادت و پرستش نیست. قبل از آن ما نفی میکنیم، رد میکنیم هر الهی را که غیر از الله سبحانه و تعالی باشد. لا اله یعنی نیست هیچ معبودی. اینجا نفی همه معبودات باطل است، نفی همه کسانی و چیزهایی که من دون الله پرستیده می شود. اگر یک انسانی به الله سبحانه و تعالی ایمان و عقیده داشته باشد و به طواغیت کفر نورزد، این انسان در حقیقت معنی و مفهوم توحید و یکتاپرستی را ندانسته است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره نحل آیه 36 بیان می کند که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله، فرستادیم برای هر امتی پیامبری را تا به آنها بگوید و از آنها بخواهد ان اعبدوا الله، که الله سبحانه و تعالی را عبادت کنید، الله سبحانه و تعالی را پرستش بکنید. واجتنبوا الطاغوت، و دوری بکنید، اجتناب بکنید از طاغوت. هر چیزی که من دون الله پرستش شود و هر کسی که من دون الله عبادت شود طاغوت محسوب می شود. در مورد اینکه
طواغیت کیا هستند و طاغوت چیست. خدمت شما عزیزان بیان بکنم که اگر یک انسانی در زندگی خودش به الله سبحانه و تعالی اعتقاد داشته باشد، ایمان کامل به الله و به رسول، به کتابها داشته باشد، اما غیر از الله سبحانه و تعالی شخصی را، کتابی را، مذهبی را، گروهی را، حزبی را مشرع بداند که می توانند بدور از کتاب و سنت قانونی برای بشریت بسازند و بشر را ملزم به آن قانون بکنند و این قانون در مخالف با احکام الهی باشد، اینجا پرستش طاغوت است. اینجا این ایمان و این اعمال و این اعتقاداتی که این انسان دارد به درد او نمیخورد. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 151 میفرماید که قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، بیایید ای امت من، بیایید ای انسانها که بخوانم برای شما آنچه را که الله سبحانه و تعالی برای شما حرام کرده است. چی را حرام کرده است؟ الا تشرکوا به شیئا، که به الله سبحانه و تعالی شریک نیارید. وقتی که انسانی در مقابل قانون الهی قانون دیگری را قبول بکند، این انسان به الله سبحانه و تعالی شریک آورده است، چون قانون گذار در نزد مؤمنین و مسلمانان فقط الله سبحانه و تعالی است. قانون زندگی یک مسلمان فقط قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به طور مثال کسی بیاید بگوید که طبق قانون زنا کردن اشکالی ندارد، مجازاتی هم ندارد، این انسان با همین عملی که انجام داد، با همین حرفی که زد، در حقیقت به الله سبحانه و تعالی شرک آورد و ایمان به طاغوت آورد. زیرا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما امر کرده است که از زنا دوری بکنیم و این زنا را جزئی از محرمات قرار داده است. اگر انسانی چیزی که محرم هست، حرام هست، آن را حلال بداند، این انسان از عبادت الله سبحانه و تعالی منصرف شده است و به عبادت طاغوت رو آورده است. طاغوت میتواند هر چیز باشد. طاغوت میتواند هوا و هوس نفس من باشد، طاغوت میتواند بتی باشد، طاغوت میتواند انسان ستمگر و بیدینی باشد، طاغوت میتواند قانون ساخته بشر باشد. هر چیزی که من دون الله اطاعت شود، من دون الله پرستش شود، در مقابل دین و شریعت الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، طاغوت محسوب می شود. در این مورد یک آیه خیلی زیبایی هست که من این رو خدمت شما عزیزان بیان می کنم که داستان جالبی هم دارد با یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سوره توبه آیه 31. در اینجا الله سبحانه و تعالی می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. مسیحیان دانشمندانشان و راهبانشان، همون رجال دینشان به اصطلاح، همون علمای دینیشان را، و همچنین عیسی مسیح را و المسیح ابن مریم، اینها رو چیکار کردن؟ اینها رو معبودانی به جای الله سبحانه و تعالی گرفتند. آیه رو کامل خدمت شما عزیزان بخوانم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. این آیه وقتی که نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمعی از صحابه این آیه را تلاوت کردند که مسیحیان دانشمندان و راهبانشان را، اینها را اربابا من دون الله، یعنی اینها را خدایان
جدا جدایی گرفتن به جز الله سبحانه و تعالی. یکی از صحابه که قبلا مسیحی بود و بعدا مسلمان شده بود اعتراض کرد، گفت یا رسول الله، گفت من وقتی که مسیحی بودم این دانشمندانمان را، این راهبانمان را، رجال دینمان را، علمایمان را، اینها را ما پرستش نمی کردیم. بعضی از فرقای مسیحی شاید عیسی علیه السلام را پرستش بکنن، عیسی علیه السلام را خدا بدانند، اعتقاد به عقیده تثلیث داشته باشند، اما تا امروز هم این راهبانشان را که امروز مثلا به نام پاپ معروف هست، پاپ فلانی در واتیکان مرکزشان هست، این پاپ ها را کسی نمی پرستد، اینها را کسی خدا نمی داند. مسیحیان تا امروز هم اینا را خدا نمی دانند، اینا را پرستش نمی کنند. همونطوری که ما تعجب می کنیم، این صحابه هم تعجب کرد، گفت یا رسول الله، ما وقتی مسیحی بودیم این راهبانمان را، این دانشمندان دینیمان را، این حالا بگیم ملاهایمان را، آخوندهای مسیحی را، اینها را ما پرستش نمی کردیم. چطور الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا دانشمندانشان را، ملاهایشان را، آخوندهایشان را من دون الله، اینها را معبود گرفتن، اینها را میپرستیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به این صحابی فرمودند آیا اگر این علمای شما حلالی را حرام می‌کردند و حرامی را حلال می‌کردند، از آنها پیروی می‌کردید یا نمی‌کردید؟ صحابه در فکر فرو رفتند و این صحابی که این اعتراض رو کرده بود، این سوال رو کرده بود، کمی درنگ کرد، گفت یا رسول الله می‌کردیم. مثلا در کتاب تورات یا انجیل اومده بود که فلان کار را انجام ندهید، اما ملایشون می اومد می گفت که نه انجام بدید، اشکالی ندارد، گناهش به گردن ما. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن دقیقاً منظور آیه امین است. کسی که حلال خدا را حرام بکند، حرام خدا را حلال بکند و انسانهایی بیایند و از آنها اطاعت بکنند و از آنها حرف شنوی داشته باشند، در حقیقت آنها را عبادت کردند، در حقیقت آنها را پرستیدند، چون شاعر فقط الله سبحانه و تعالی و فرستاده الله سبحانه و تعالی است. وقتی کسی میگوید که من لا اله الا الله گفتم، من به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان دارم، باید در همه زندگی خودش، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، در تمام زندگی خودش الله و رسولش را شارع بداند، اوامر آنها را قبول بکند و از نواهی آنها دوری کند. اگر کسی ولو یک بار، یک ثانیه، یک لحظه در مقابل آنچه که الله سبحانه و تعالی حرام کرده و حلال کرده بایستد و حرف کسی دیگری را قبول بکند در مقابل قال الله و قال رسول، این انسان در حقیقت عبادت همان شخصی را انجام داده است که حرف او را شنیده است در مقابل امر الله و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارک امر می کند که ای انسان ها، شما مأمور هستید که الله سبحانه و تعالی را بپرستید و هیچ دانشمندی و هیچ به اصطلاح عالم دینی، هیچ آخوندی، هیچ ملای حق ندارد که در مقابل الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم قد علم بکند و حلالی را حرام بکند و حرامی را حلال بنماید. این حق فقط حق الله و رسول است. اگر کسی امر آنها را قبول کرد و به سوی آنها رفت و از آنها پیروی کرد، این انسان در حقیقت اطاعت و پیروی از طاغوت کرده است. ما باید این یقین کامل و 100% رو داشته باشیم که وقتی که میگوییم لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی همه موجودات و همه طواغیتی که من دون الله پرستیده میشوند را نفی کردیم. در سوره بقره آیه 256
الله سبحانه و تعالی میفرماید که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کسی که به طاغوت کفر بورزد، همونطوری که گفتیم در عرصه گمراهی هر کسی که وجود داشته باشد طاغوت محسوب می شود. در عرصه بیدینی، در عرصه مبارزه با الله و رسول هر کسی که وجود داشته باشد طاغوت محسوب می شود. کسی که به این طواغیت کفر بورزد و به الله سبحانه و تعالی ایمان بیاورد، در حقیقت این انسان به عروة الوثقی چنگ زده است. عروة الوثقی چیست؟ آن ریسمان محکمی که انسان به وسیله آن میتواند نجات پیدا بکند و به رضایت الله سبحانه و تعالی برسد و وارد بهشت الهی شود و اون مراتب اعلایی را که الله سبحانه و تعالی برای یک انسانی که به او ایمان دارد و به پیامبرش ایمان دارد باید برسد رسیده است. پس نباید هیچ انسانی، نباید هیچ بشری، نباید هیچ شخصی، هیچ کتابی، هیچ منهجی، هیچ ایدئولوژی، هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ رهبری، هیچ فرماندهی، هیچ وزیری، هیچ رئیس جمهوری، هیچ پادشاهی، هیچ کدام از این انسان‌ها در مقابل قانون الهی، در مقابل قال الله و قال الرسول حق ندارند که بایستند و یا خلاف آن را انجام بدهند یا آن را رد بکنند یا آن را معطل بکنند یا که برای انسانها قانون دیگری و دستور دیگری که مخالف قرآن و سنت باشه بیاورند. اگر کسی این کار را انجام داد، این انسان طاغوت محسوب می شود. و بزرگترین ظلمی که، بزرگترین جنایتی که امکان دارد بشری انجام بدهد این است که در مقابل الله سبحانه و تعالی کسی دیگری را پرستش بکند و از او اطاعت و عرفشنوایی داشته باشد و این انسان بزرگترین ظلم و جنایت را انجام داده است، چون الله سبحانه و تعالی به عنوان خالق، به عنوان رازق و به عنوان آفریننده ما تنها ذاتی است که ما باید از او پیروی بکنیم و از او اطاعت بکنیم و غیر از او از کسی دیگری پیروی و اطاعت نکنیم مگر اینکه آن شخص پیرو قرآن و سنت باشد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که اطیعوا الله، بدون چون و چرا از الله اطاعت بکنید، و اطیعوا الرسول، بدون چون و چرا از رسول اطاعت بکنید. چرا؟ چون الله آفریدگار است، پروردگار ماست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است و ما ینطق عن الهوی، از هوا و هوس صحبت نمی کند، هر آنچه که میگوید وحی الهی است. این هو الا وحی یوحی. غیر از الله و غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بقیه همه انسان هایی که ما از آنها در زندگی روزمره خود اطاعت میکنیم، پدر، مادر، رئیس جمهور، وزیر، حاکم، شهردار، هر کسی که است، اگر اوامر و نواهی او مطابق قرآن و سنت است از او اطاعت میکنیم. در اینجا وقتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نمیگه و اطیعوا اولو الامر منکم، اطاعت کنید از اولو الامرتان، و اولو الامر در اینجا ذکر کرده است، زیرا که اطاعت مطلق از اولو الامر نیست. اگر اولو الامر بدون چون و چرا از اولو الامر کسی اطاعت نمی کند الا که اوامر و نواهی اولو الامر مطابق قرآن و سنت باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید اطیعوا الله، از الله اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، و از رسول اطاعت کنید، و اولو الامر منکم، و از اولو الامرتان اطاعت بکنید، مادامی که آنها از الله و رسول اطاعت می کنند، مادامی که حلال الهی را حرام نمی کنند، حرام الهی را حلال نمی کنند. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. و اگر با آنها به اختلاف رسیدید، شخصی با اولوالامر خودش به اختلاف به یک موضوعی رو مطرح کردن، این حرفی زد، اونا حرفی زدن، اونا امری کردن، این امر رو اطاعت نکرد، در اینجا اختلاف به وجود آمد. پس آن کسی که، آن ذاتی که، آن مرجعی که برای حل اختلاف ما باید به درگاه او برویم، باید
به دستورات و قوانین او سر بنهیم، اما و اولو الامر ما چی است؟ الی الله و الرسول، الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس اطاعت و پیروی که انسان چشم و گوش بسته از کسی، شخصی، حزبی، گروهی، هر کسی که میخواد باشد انجام بدهد بدون در نظر گرفتن الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم، این سبب می شود که این انسان از دین خارج شود و به مرتبه پرستش طاغوت برسد که منتهی می شود به عذاب دردناک الهی، منتهی می شود به کفر، منتهی می شود که انسان از دایره اسلام خارج شود. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان این توفیق رو عنایت کند که الله را بپرستیم و از طواغیت اجتناب بورزیم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني